سلام خدمت نهمی های عزیز، وقتتون بخیر باشه. در پنجمین جلسه از مباحث فصل اول یعنی فصل مجموعه ها هستیم. توی این جلسه قراره که با درس سوم که عنوانش هست اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها در خدمت شما باشم و مباحث رو بهتون ارائه بدم. فرض کنید که بچه‌ها شما دو تا مجموعه دلخواه دارین، دو تا مجموعه A و B. میدونید هر کدوم از این مجموعه ها یه تعداد اعضایی دارن، یه تعداد عضو دارن. ممکنه یه سری عضوها باشن در مجموعه A و مجموعه B که دقیقاً یکسان باشن، مثل هم باشن. یعنی یه تعداد عضوهایی که توی مجموعه A هستن عیناً تو مجموعه B هم باشن. خب در این صورت به اون اعضایی که هم در مجموعه A حضور دارن هم در مجموعه B حضور دارن اصطلاحاً میگیم اعضای مجموعه اشتراک دو مجموعه. حالا من اینجا یه تعریف رسمی هم نوشتم، گفتم اشتراک دو تا مجموعه دلخواه A و B یه مجموعه هست که شامل همه عضوهایی که هم در A و هم در B باشند و اونو با این نماد نشون میدیم: A اشتراک B. اینو به این صورت میخونیم: A اشتراک B. خب اگه بخوایم به صورت نمودار ون نشون بدیم، در واقع دو تا نمودار ون باید یه قسمت‌هایی از اینها روی هم قرار بگیرن. همونطور که در این تصویر میبینید این مجموعه A، این نمودار سبز رنگ نمودار ون مجموعه A، این نمودار بنفش هم مال نمودار ون مجموعه B هست. خب اگه دقت بکنید یه قسمتی از A و B روی هم افتادن، با هم همپوشانی دارن اصطلاحاً. این قسمت از A و B که روی هم قرار گرفتند میشه ناحیه مشترکشون. خیلی هم واضحه، ناحیه‌ای که بین هر دو مجموعه A و B مشترکه. یعنی این تیکه‌ای که من با رنگ نارنجی براتون مشخص کردم هم متعلق به مجموعه A هست هم متعلق به مجموعه B هست. این قسمت رو مشترکاً با هم شریک شدن اصطلاحاً. پس به این ناحیه ما میگیم ناحیه اشتراک A و B یا A اشتراک B. با مثال عددی مسئله رو بهتر بفهمید. خب اینجا من یه چیزی هم نوشتم تحت عنوان تعریف نمادین که توی کتابتون هم آورده و شما هم باید یاد بگیرین. یعنی از شما خواسته که مجموعه A اشتراک B رو به صورت نمادین هم تعریف بکنید. خب تعریف نمادینش به این صورت میشه: میگیم A اشتراک B برابر است با، اگر از تعریف نمادین یادتون باشه یا نمایش نمادین، یه به طوری که داشتیم سمت چپش فرمول، سمت راستش شرایط یا شرط ها. سمت چپش میگم همه x هایی که همه x ها به طوری که. خب این x ها چه شرطی باید داشته باشن؟ این x ها هم باید عضو مجموعه A باشن و هم باید عضو مجموعه B باشن. پس اگر x هایی بودن که هم متعلق به مجموعه A بودن و هم متعلق به مجموعه B بودن، اصطلاحاً میگیم اینا دارن مجموعه اشتراک رو میسازن، A اشتراک B رو میسازن. پس تعریف نمادینش هم به این صورت. خب حالا بریم سر وقت اون مثال عددی. مجموعه A و B به این صورت داده شده، از ما خواسته که A اشتراک B رو پیدا بکنیم یا به دست بیاریم. خب باید ببینیم بین دو تا مجموعه A و B، بین اعضاشون چه عددهایی هست که مشترکه، چه عددهایی هست که یکسانه. خب عدد 2 این ور هست اون طرف نیست. 7 میبینیم در هر دو طرف هست، پس عدد 7 مشترک در هر دو مجموعه. -4 که مشترک نیست، 3 مشترک در هر دو مجموعه، -1 هم که مشترک نیست. خب پس ما دو تا عضو پیدا کردیم که بین هر دو مجموعه مشترکه، یکی عضو 7 و یکی عضو 3. پس میگم A اشتراک B میشه مجموعه 7 و 3. پس اشتراک دو مجموعه A و B یک مجموعه دو عضویه که اعضاش 7 و 3 هستن. چرا؟ چون اعداد 7 و 3 بودن که در هر دو مجموعه مشترک بودن. خب حالا نمودار ون A و B رو هم می‌خوایم نمایش بدیم. خب این ناحیه‌ای که هر دو مجموعه روی هم قرار گرفتن و میدونیم اسمش بود ناحیه اشتراک. پس این 7 و 3 رو اول من تو ناحیه اشتراک می‌نویسم. حالا می‌خوام قسمت سمت چپ رو تکمیل بکنم. قسمت سمت چپ یعنی بقیه اعضای مجموعه A. خب بجز 7 و 3 که من اینجا قرار دادم، چه اعضای از A باقی موندن؟ 2 باقی مونده، -4 باقی مونده و -1 باقی مونده. الان مجموعه A رو من اینجا به طور کامل نشون دادم. 2 -4 و -1 در این قسمت غیر مشترکن
7 و 3 در قسمت مشترک با B هستن. مجموعه B 7 و 3 شو که من اینجا نوشتم. چه اعدادی رو ننوشتم؟ اعداد 1 و 0. خب اعداد 1 و 0 رو باید اینجا یعنی در ناحیه غیر مشترک بنویسم. این قسمت سمت چپ اینجا که 2 - 4 و -1 نوشته شده، اینجا رو بهش میگیم ناحیه غیر مشترک با B. این ناحیه که اعداد 1 و 0 نوشته شده میگیم ناحیه غیر مشترک با A و این ناحیه که 7 و 3 نوشته شده میشه ناحیه مشترک A و B. بسیار خوب، میرسیم به اجتماع دو مجموعه. فرض کنین این بار میخوایم دو تا مجموعه A و B که داریم اعضای اینا رو بریزیم کنار هم دیگه، یعنی تمام اعضای مجموعه A رو با تمام اعضای مجموعه B با هم قاطی کنیم. خب در این صورت ما اجتماع دو مجموعه رو به دست آوردیم. پس اینجا تعریف رسمیش رو هم من از رو بخونم. اجتماع دو مجموعه A و B مجموعه‌ای هست که در واقع شامل همه عضوهایی که حداقل، این حداقل رو من هایلایت کردم، حالا بعداً بهتون خواهم گفت چرا این کلمه حداقل مهمه. حداقل در یکی از دو مجموعه A و B باشند و آن را به صورت A اجتماع B نشان می‌دهیم. پس این نماد اجتماعه. اگه می‌خواید نمادش رو با نماد اشتراک قاطی نکنید، همیشه یادتون باشه وقتی میگیم اجتماع دو مجموعه یعنی میخوایم اعضاشو بریزیم داخل یک کاسه با هم قاطی کنیم. خب الان این مثل یک کاسه است دیگه، نماد اجتماع. خب پس اون نمادی که رو به سمت پایینه میشه اشتراک. اینم برای اینکه نماد اجتماع اشتراک رو با هم دیگه قاطی نکنید. اجتماع یعنی همه رو میخوایم بریزیم توی یک کاسه کنار هم، همه رو میخوایم یک کاسه بکنیم. خب به زبان ساده مجموعه همه اعضای A و B رو ما میگیم A اجتماع B یا اجتماع دو مجموعه A و B. الان نمودار ون سبز رنگ مجموعه A هست، نمودار ون بنفش رنگ مجموعه B هست. A اجتماع B میشه کدوم ناحیه؟ میشه کل این ناحیه A و B. این تمام این ناحیه که من رنگ زدم، کل اینا یعنی تمام اعضای A و B با هم دیگه میشن A اجتماع B. خب تعریف نمادینش چجوریه؟ تعریف نمادینش به این صورته که A اجتماع B برابر است با اون x هایی که x عضو A باشه یا x عضو B باشه. ببینید این ناحیه که من رنگ کردم، اعضایی که تو این ناحیه قرار میگیرن بالاخره یا عضو A هستن یا عضو B. این وسط هم میشه هر دوش، ولی خب من دارم تعریف کلی ترش رو میگم دیگه، یک بیان کلی تر رو دارم خدمتتون عرض میکنم. هر عضوی که تو این ناحیه نارنجی رنگ بیفته بالاخره یا عضو A یا عضو B. حالا ممکنه عضو هر دوش هم باشه که مهم نیست، بالاخره یا عضو A یا عضو B خواهد بود. مثال رو بررسی بکنیم. مجموعه A و B رو باز به ما داده، همون دو تا مجموعه قبلیه. از ما خواسته A اجتماع B رو تشکیل بدیم. خب من یه آکولاد باز میکنم. ببین اول من میام اون دوتا عضو مشترک رو مینویسم. دوتا عضو مشترک چی بودن بین A و B اگه یادتون باشه؟ یکی 7 بود، یکی 3 بود. پس من 7 و 3 رو مینویسم. حالا دیگه کاری به 7 و 3 ندارم، 7 و 3 رو دیگه از هر دوتا خط میزنم. حالا باید ببینیم چی باقی مون. هر چی باقی مون اونا رو مینویسیم. خب 2 باقی مونده، -4 -1 1 و 0. الان A اجتماع B رو من تشکیل دادم. میتونستی بیای 2 7 -4 3 و -1 رو بنویسی، باز در ادامهش 1 7 0 و 3 رو هم بنویسی. بعد متوجه میشدی که 7 و 3 2 بار نوشته شده یا تکرار شده. بعد می اومدی 7 و 3 رو خط می زدی. ما برای اینکه دوباره کاری نکنیم این روش رو بهتون گفتم. اول بیا اعضای مشترک رو اینجا بنویس. خب 7 و 3 رو نوشتیم. حالا اعضای مشترک رو از هر دو مجموعه خط بزن. ببین چیا باقی میمونه. هر چی توی A و B باقی موند و بردار اینجا یادداشت کن. و اما تفاضل دو مجموعه. تفاضل دو مجموعه یعنی چی؟ مجموعه A منهای B عبارت از عضوهایی هست که هم در A هستند اما در B نیستند، یا به عبارت دیگه عضوهایی که فقط در A هستن. خب اینو یکم ساده تر توضیح بدیم. اینجا ببین به این نمودار ونای سمت چپ دقت بکن، اینایی که اینجا قرار دارن. من میخوام A منهای B رو مشخص بکنم، ببینم کدوم قسمت میشه A منهای B. خب دو تا مجموعه A و B داریم. A منهای B یعنی چی؟ خب A منهای B اصلا سوای این که ما چیزی به نام مجموعه و اینا بلد باشیم، خودتون فکر کنید مثلا وقتی میگیم 5 منهای 2 یعنی چی؟ 5 منهای 2 یعنی از روی 5 2 رو بردار. خب A منهای B یعنی چی؟ یعنی از روی A B رو بردار. خب
این مجموعه A کل این قسمت، یعنی حتی این قسمتی که اینجا رنگ نشده، مثلا فرض کنید اینجا هم الان رنگ کنم، الان کل این ناحیه رنگی، این زرد و نارنجی، مجموعه A رو به ما نشون میده. حالا ما میگیم شما از روی مجموعه A مجموعه B رو بردار. خب این تیکه ها که اصلا روی B قرار ندارن که بخوایم برداریم، پس این ناحیه غیر مشترک سمت راست رو که اصلا ما کاری نداریم. تنها قسمتی از مجموعه B که اومده توی A همین ناحیه مشترکه. خب پس ما باید همین ناحیه مشترک رو برداریم. اگه ما از کل این قسمت رنگی این قسمت مشترک رو برداریم، چی میمونه؟ قسمتی میمونه که فقط مجموعه A هست، یعنی دیگه مشترکی با قسمت مشترکی با مجموعه B نداره، یا اصطلاحاً بهش میگیم A منهای B. برعکسش میشه B منهای A. B منهای A یعنی چی؟ یعنی کل مجموعه B رو در نظر بگیر، حالا از رو کل مجموعه B A رو بردار. خب اگه بخوام از رو کل مجموعه B A رو برداریم، این قسمت که اصلا غیر مشترک هیچی، پس ما فقط باید این ناحیه مشترک رو برداریم. خب این ناحیه مشترک رو برداریم، هرچی از B باقی میمونه میشه B منهای A. تعریف نمادینش رو انجام بدیم. A منهای B برابر است با x هایی که x عضو A هست و x عضو B نیست. A منهای B همه x هایی هستن که x عضو A هست ولی x عضو B نیست. B منهای A چی میشه؟ B منهای A میشه x هایی که x عضو B هست ولی x عضو A نیست. اینم تعریف نمادینش. حتی یه جور دیگه هم میتونیم نشون بدیم. مثلا اجازه بدیم من اینا رو بیارم پایین که جلوش فضای باز باشه. میتونیم یه جور دیگه هم بیان بکنیم. بگیم A منهای B برابر است با مجموعه A منهای اشتراک A و B. پس A منهای B میشه A منهای اشتراک A و B که دقیقا شما اینجا دیدین. ما اومدیم از روی مجموعه A قسمت مشترکش با B رو حذف کردیم، پس A منهای B میشه A منهای A اشتراک B و برعکس B منهای A میشه B منهای اشتراک A و B. یعنی اینجا ما اومدیم از کل مجموعه B اشتراک A و B رو حذف کردیم که فقط این ناحیه نارنجی رنگ باقی بمونه، پس B منهای A میشه B منهای A اشتراک B. اینم از تعریف نمادین تفاضل دو مجموعه. یه مثال حل کنیم. گفته دو تا مجموعه A و B رو به این صورت در نظر بگیرین و سپس هر یک از موارد زیر رو کامل کنید. خب اولین چیزی که اینجا باید کامل بکنیم این نمودار ون مجموعه های A و B هست. برای اینکه ما یک نمودار ون رو تکمیل بکنیم اول باید بیایم این قسمت مشترک رو تعیین تکلیف بکنیم. خب چه اعضایی بین A و B مشترک هستند؟ خب اگه یه نگاه بندازیم مثلا 1/2 بین این دو مجموعه مشترکه، عدد 2 که مشترک نیست، عدد 5 هم نیست، عدد 6 هم بین دو تا مجموعه‌مون مشترکه. پس دو تا عضو یا دو تا عدد داریم که بین هر دو تا مجموعه مشترکه، پس اونا رو تو ناحیه مشترک می‌نویسیم. 1/2 و 6 رو اینجا می‌نویسیم. حالا قسمت غیر مشترک رو می‌خوایم از مجموعه A کامل بکنیم. خب فقط 5 و 2 مونده ازش، 5 و 2. قسمت غیر مشترک از B رو می‌خوایم کامل بکنیم. خب یه رادیکال 2 باقی مونده، 3 و -4. بسیار خب الان نمودار ونمون رو تکمیل کردیم. A اشتراک B، خب A اشتراک B میشه 1/2 و 6 دیگه، خیلی واضحه. پس 1/2 و 6 به صورت مجموعه نشون دادیم. A اجتماع B، A اجتماع B یعنی کل عددهایی که اینجا وجود داره تو A و B. خب به ترتیب می‌نویسم دیگه. حالا البته به ترتیب منظورم این نیست که حتما باید به ترتیب بنویسیم. منظور اینه که از همین گوشه سمت چپ شروع می‌کنم میرم به سمت راست. 5 و 2 و 1/2 و 6 و رادیکال 2 و 3 و -4. شما میتونید این اعداد رو با یه ترتیب دیگه هم بنویسین چون میدونید توی مجموع اصلا ترتیب اهمیتی نداره، ولی خب مهم اینه که همه این اعدادی که من نوشتم رو شما داخل این مجموعه گذاشته باشین. الان تمام این اعداد داخل ناحیه A و B اینجا به عنوان مجموعه اجتماع در نظر گرفته شدن. خب A منهای B یعنی از روی A قسمت مشترک رو حذف کن. اگه از روی A این ناحیه مشترک رو بذارم کنار فقط 5 و 2 میمونه، از میشه مجموعه 5 و 2. B منهای A یعنی از روی مجموعه B ناحیه مشترک رو بریز دور. خب اگه این ناحیه مشترک رو بریزم دور چی از B باقی میمونه؟ رادیکال 2 و 3 و -4. دقت کنید یک اشتباه
اشتباه رایجی که من میبینم بعضی از بچه‌ها انجام میدن به این صورته که مثلا من میگم بی منهای آ یعنی برو از رو مجموعه B ناحیه مشترک رو بریز دور. خب میان اینجا مجموعه B رو میبینن، بعد میگن این ناحیه مشترکه. خب ناحیه مشترک یعنی اینجا، اینا رو میخوان بریزن دور. حالا اینا که رنگی کردم رو یعنی مثلا میخوایم حذف بکنیم. بعد هر چی باقی موند رو برمی‌دارن مینویسن، یعنی این 52 رو هم به عنوان جواب میرن توی اون مجموعه میذارن، در حالی که غلطه. این ناحیه که اصلا ما باش کاری نداریم، اینجا که اصلا هیچ اشتراکی با B نداره که بخوایم اصلا بریم سمتش. ما میگیم بی منهای آ یعنی از روی مجموعه B بیا این ناحیه مشترک رو بریز دور. خب چی باقی میمونه؟ رادیکال 2، 3 و منفی 4. پس فقط همین 3 تا عدد رو مینویسیم، دیگه کاری به اعضای مجموعه آ نداریم. بسیار خوب. n آ اشتراک B، n آ اشتراک B یعنی تعداد اعضای آ اشتراک B. خب آ اشتراک B چند تا عضو داره؟ 2 تا عضو داره، پس n آ اشتراک B میشه 2. n آ اجتماع B یعنی تعداد اعضای مجموعه اجتماع. خب مجموعه اجتماع چند عضو داره؟ 1 2 3 4 5 6 7، پس nش میشه 7. n آ منهای B، آ منهای B چند تا عضو داره؟ 2 تا داره، پس nش میشه 2. n بی منهای آ، بی منهای آ چند تا عضو داره؟ 3 تا عضو داره، پس nش میشه 3. بسیار خوب. میخوایم تمرین صفحه 14 کتاب درسیتون سوال اولش رو حل بکنیم. گفته مجموعه های A و B و C رو به این صورت در نظر بگیرید، سپس هر یک از مجموعه های Z رو با عضوهاشون مشخص کنید. بسیار. اول میخوایم آ اجتماع B رو تشکیل بدیم. برای اجتماع آ و B اگه یادت باشه گفتم اول بیا مشترکا رو بنویس، بعد هر چی باقی مون. میتونی یه کار دیگه هم انجام بدی. بیای اول همه اعضای آ رو بنویسی. خب اعضای آ چی ان؟ 2 و 4 و 6 و 8 و 9. حالا در ادامه اون اعضای از B رو مینویسیم که قبلا ننوشته باشیم. مثلا 1 رو قبلا ننوشتیم پس مینویسیم. 5 رو قبلا ننوشتیم پس اینجا وارد میکنیم. 7 رو قبلا ننوشتیم پس اینجا مینویسم. 3 رو هم قبلا ننوشتیم پس اینجا مینویسم. 9 رو قبلا نوشتیم پس دیگه لازم نیست 9 رو بنویسیم، تکراری میشه اگه بنویسم. پس مجموعه اجتماع A و B شد 2 4 6 8 9 1 5 7 3. B اجتماع C. خب اول بیا اعضای B رو کامل بنویس. اعضای B چیه؟ 1 و 5 و 7 و 3 و 9. حالا از مجموعه C اون عضوایی رو وارد کن که قبلا ننوشتی. الان 1 رو من قبلا نوشتم پس دیگه نمی‌نویسم. 7 رو هم قبلا نوشتم اینجا پس دیگه نمی‌نویسم. 10 رو قبلا ننوشتم اینجا پس 10 رو وارد میکنم. 11 رو هم قبلا ننوشتم پس 11 رو هم اضافه میکنم و تمام. اینم B اجتماع C. بریم سراغ آ اجتماع C. اول اعضای آ رو می‌نویسیم. 2 4 6 8 و 9. حالا از مجموعه C شروع میکنیم به عضو گذاشتن، منتها اونایی که قبلا ننوشتیم. 1 قبلا ننوشتم، 7 قبلا ننوشتم، 10 رو هم قبلا ننوشتم، 11 رو هم قبلا ننوشتم. پس انگار همه اعضای C رو باید اینجا وارد میکرد. مجموعه آ اشتراک D. اینجا فکر کنم اشتباه نوشتم من چون مجموعه D نبوده. اگر من یه لحظه تو کتابتون نگاه بکنم، خب این اصلاح شد، مجموعه B بود. آ اشتراک B رو باید به دست بیاریم. خب باید ببینیم بین A و B چه اعضایی هستن که مشترکن. چه اعضای مشترکن؟ 1 که مشترک نیست، 5 هم مشترک نیست، 7 هم نیست، 3 هم نیست، فقط یه عضو مشترک داریم، عدد 9. پس میشه مجموعه تک عضوی 9. آ منهای B. آ منهای B یعنی چی؟ یعنی برو از رو مجموعه آ اون قسمت از مجموعه اشتراک رو با B بردار، یا در واقع اشتراکش با B رو حذف کن. خب آ و B در چه عضوی با هم مشترک هستن؟ در عدد 9 با هم مشترک هستن. پس من کافیه فقط عدد 9 رو از مجموعه آ خط بزنم. اگه عدد 9 رو خط بزنم چی باقی میمونه؟ 2 و 4 و 6 و 8. پس یه بار دیگه اگه بخوام اینو بگم، آ منهای B یعنی از رو مجموعه آ مشترکاش با B رو بردار. خب مجموعه آ و B مشترکشون فقط عدد 9 بود. 9 رو از روی آ خط میزنم، هر چی باقی مونه از آ رو اینجا مینویسم. دیگه اصلا کاری به بقیه اعضای B ندارم. باز اشتباه رایج بچه‌ها اینه که میان بقیه اعضای B رو هم مینویسن. خب این کار غلطه. ما اصلا کاری به این نداریم. C منهای B. خب C منهای B یعنی چی؟ C منهای B. من اینو خط بزنم یه لحظه. C منهای B یعنی برو از رو مجموعه C مشترکاش با B رو حذف کن. خب مجموعه C و B اول باید ببینیم چه چیزایی بینشون مشترکه. خب بین C و B عدد 1 مشترکه، پس این رو از روی C خط میزنیم. عدد 7 هم مشترکه، این رو هم از روی C خط میزنیم.
دیگه عضو مشترک دیگه‌ای ندارن. پس تنها اعضایی که باقی میمونن در مجموعه C اعداد 10 و 11 هستن. پس C منهای B میشه مجموعه 10 و 11. آی منهای C اجتماعش با B منهای C رو از ما خواسته. اول آی منهای C رو تشکیل بدیم. آی منهای C یعنی از مجموعه A مشترکاش با C رو حذف کن. A و C چه اعضای مشترکی بین هم دیگه دارن؟ هیچ عضو مشترکی ندارن. اصلا A و C هیچ چیزی مشترک یا اشتراکشون نیست. خب پس من از روی A هیچی رو نباید خط بزنم، همش رو باید بنویسم. 2 4 6 8 و 9. این شد مجموعه A منهای C. حالا اجتماعش با میخوام مجموعه B منهای C رو تشکیل بدم. B منهای C یعنی برو از رو مجموعه B مشترکاش با C رو خط بزن. B چه مشترکایی با C داره؟ 1 مشترکه و 7 مشترکه. پس این دوتا رو کافیه خط بزنم. چی باقی میمونه ازش؟ 5 و 3 و 9. پس مجموعه 5 و 3 و 9 میشه. B منهای C میشه 5 و 3 و 9. حالا گفته اجتماع این دوتا رو بنویس. خب اول من همه اعضای مجموعه اول رو می‌نویسم. 2 و 4 و 6 و 8 و 9. حالا از این مجموعه اون عضوهایی رو وارد میکنم که قبلا ننوشتم. 5 قبلا ننوشتم پس باید بنویسم. 3 قبلا ننوشتم پس باید بنویسم. 9 رو قبلا نوشتم پس دیگه لازم نیست بنویسم. 2 4 6 8 9 5 3. این شد مجموعه ای که مورد ز ازمون میخواست. مورد بعدی گفته آ اجتماع B منهای مجموعه C. خب آ اجتماع B رو اگه دقت بکنیم ما قبلا یه بار اینجا نوشتیم. خب اینجا یه بار دیگه هم می‌نویسیم. 2 و 4 و 6 و 8 و 9 و 1 و 5 و 7 و 3. این میخواد منهای مجموعه C بشه که اعضاش هست 1 و 7 و 10 و 11. خب ما قراره از روی این مجموعه سمت چپ اعضای مشترک با این مجموعه رو حذف بکنیم. خب بین این دوتا مجموعه چه عضوهایی هستن که مشترکن؟ اگه دقت کنید فقط 1 و 7 بین این دوتا مشترکن. پس من باید از روی این مجموعه اولی 1 و 7 رو بردارم. خب 1 و 7 رو که بردارم چی باقی میمونه؟ بذارید من اینجا هایلایت کنم. این عدد 1 و عدد 7 مشترکه بین این دوتا که اینو باید حذفش کنم از رو مجموعه اول. چی باقی میمونه؟ 2 و 4 و 6 و 8 و 9 و 5 و 3. پس جواب میشه این مجموعه 2 4 6 8 9 5 3. اومدیم 1 و 7 که توی این مجموعه هم بود یعنی مشترک بود با این مجموعه دوم رو ازش برداشتیم. خب مجموعه A اشتراکش با A یعنی A با خودش چه اعضای مشترکی داره؟ خب اعضای خودش دیگه یعنی خود آ میشه. آ اشتراک آ میشه خودش. هر مجموعه ای چه اعضای مشترکی با خودش داره؟ خب همون اعضای خودش دیگه. آ اشتراکش با تهی یعنی مجموعه آ چه اعضای مشترکی با مجموعه تهی داره؟ یعنی چه عضوایی بینشون مشترکن؟ خب تهی که اصلا عضوی نداره که بخواد اشتراکی با آ داشته باشه. پس جواب میشه تهی. اشتراک تهی با یه مجموعه‌ای که یه تعداد عضو داره چی میشه؟ میشه هیچی. چون اصلا تهی خودش هیچ عضوی نداره که بخواد حالا مشترک هم داشته باشه با آ. B اجتماعش با B یعنی مجموعه B رو با خودش اجتماع بگیرید. خب با خودش اجتماع بگیریم یعنی میشه 1 5 7 3 9. یه بار دیگه هم اعضاشو بنویسیم 1 5 7 3 9 که تکراری میشه. باز همشو خط میزنیم. پس در نهایت باز اعضای خودش میمونه 1 5 7 3 9. پس هر مجموعه اجتماعش با خودش میشه خودش. C اجتماعش با تهی یعنی در کنار اعضای مجموعه C اعضای مجموعه تهی رو هم بنویس. خب تهی که اصلا عضوی نداره که بخوام در کنار اعضای این بنویسم. پس فقط جواب میشه خود اعضای C یا همون مجموعه C. اینم از تمرین مهم صفحه 14. خب برای اینکه این جلسه طولانی نشه تا همینجا کافیه. ان شاءالله من ادامه مطالب درس سوم رو در جلسه آینده خدمتتون ارائه خواهم داد. از فعلا تا جلسه آینده بدرود.